سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم در میدان جنگ چهارشنبه سوری میدان شهرداری رشت گردشی داشته باشیم. امروز سه‌شنبه 28 اسفند ماه و ساعت حدود 6:30 غروبه. این ولاگ آخرین ولاگ ضبط شده ما در سال 1403 و پیشاپیش سال جدید رو به شما عزیزان تبریک میگم. البته ولاگ هایی از حال و هوای بازار پیش از عید در نوبت ارسال هست. به ترتیب در شب‌های دیگه براتون ارسال میکنیم. بازار کوچستان، بازار املش، بازار رودسر و لشت‌نشا. به رسم هر ساله آخرین چهارشنبه سال به چهارشنبه سوری معروفه که بیشتر شبیه میدان جنگ تا جشن و شادی. انشالله که عزیزان دچار مشکل نشده باشند. این ترقه بازی ها تا ساعت 11-12 شب ادامه داشت. متاسفانه آماری که تا این لحظه منتشر شده 14 فوتی و 100 قطع عضو در سراسر کشور داشتیم که واقعا آدم ناراحت میشه. متاسفانه ولاگ رو نتونستیم کوتاه کنیم و تا ساعت 8 شب بخش‌های زیادی از این رو در این ویدیو آوردیم که امیدوارم لذت ببرید. جای همه عزیزان خالی. راستی اگر به حال و هوای بازار رشت و همچنین شب‌های قبل عید میدان شهرداری علاقه دارید، لینک ولاگ هاشون رو که هفته پیش ضبط شده در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم. پیشنهاد میکنم حتما نگاه کنید. زردی من از تو و سرخی تو از من. چهارشنبه سوریتون مبارک. لایک، کامنت و حمایت فراموش نشه. من باز شروع نشد. راشه آبه وسط
دور تنده
شام دیگه نمیشه. Nasıl devşi?
مامور از دنبالش. ها گرفتنش. ها نارنجه خطرناکه با زیر پا میزنه. دوستم اونجا بودم یکی جلوی من خورد قشنگ تیکاش سنگ توش بود. یهو بچه میپره میره وسط. کی میخوای بنداز؟ شو نگاه بالون داریم بالا. بریم پیش اونا دیگه آرزویی نه اون بالون بالا. به ساختمان آمریکا حمله کنی اینقدر آجی چی داره؟
گوشام دیگه نمیشه واقعا. شاید شهرداری
اطلاعاتیه داشتم.
جنگ جدی تر. مردم پول کجا هارت بیت میزن. بالا آرزو
نمیشه